امام غزالی قصه میکند که یک مرد فاضل و عاقل را یک پادشاه دعوت میکنه. اصلا در دربار بیشتر فتنه‌گرا هستند. در همه عصر زمان نزدیکای پادشاه ها بسیار فتنه‌گر میشوند، مکر دسیسه و حیله زیاد میکنند. هر کس در دربار داشت دادن نمیتونه. اما هستن شاههای عادلی که یک یا یک چند نفر آدمای حقگو را در پهلوی خود میدارند تا اینکه چشماشون را باز کنند. چنین یک شخص در دربار یک پادشاه بود است، شخصی فاضل عاقل، پادشاه را نصیحت میکرد، درباره عدل سخن میگفت، از ظلم بازش میداشت. واقعا با پند نصیحت های همه جوان مرد پادشاه بسیار با عدل بود، پادشاه خوب بود، سخی بود. اگر شخصی مظلومی را میدید، بیچاره را میدید، البته که به دادش میرسید. کمبغلی را میدید یا یک شخصی خدمت کرده ای را میدید، در اسلام در حال می نوشت یا مکتوب در دستش میداد، میگفت تو پیش سرحاجب رو، سرحاجب رئیس دستگاه بگیم، پیش سرحاجب برو، همین مکتوب در دستش بده. مکتوب در دست که میرفت پیش سرحاجب میکشودن که نوشتگی است که به همین مرد 1000 دینار هدیه کنی، یا سر لباسش بده یا اسبش بده. یعنی به همه هدیه هاشو با کارهای خیر نیکش این پادشاه بسیار معروف مشهور بود و همه عالم به نهایت احترام میکرد. وقتی عالم درآمد از جاش میخیست پیش همه عالم. قضای الهی یک شخص فتنه‌گر شیطان هم در او دربار بود. وقتی این دنیا کارش همین است، این جهان جنگ است چون کل بینگری، ذره ذره هم چدیم با کافری. تا روز قیامت در پهلوی محمد ها ابو جهل ها قیام میکنند، در پهلوی موسی ها البته فرعون ها هستند. تا روز قیامت این مبارزه دوام میکنند. پیش پادشاه میاد شیطانی میکنه، میگه همین مرد در حقیقت سخنای ناجو میگه. در پیش مردم گویا میگه که از دهان پادشاه بوی میبروید یا بوی کره که من حتی صبر تحملی همون بو را استشمام کردن ندارم. هر کس هم در پیشش اگر این سخنو را بگن دماغش میسوزه. میگم با این انسان قدر نیکی کردم، من پادشاه یا مملکت هستم، هر روز اگر مردم یک بار دنداناش را تازه کنن من 10 بار تازه میکنم، چرا این مرد در حقیقت تهمت میزنم؟ پادشاه هم غضبش میکنه. اما یک بار قرار قبول نمیکنه و میگه کو اول یا ببینمش یا امتحانش کنم آیا این شخص راست میگفته باشه. روز دیگر همون عالم فاضل نزد شاه می اومد که در راه بدگهر راهش نگاه داشته است. همین شیطان طرفش گفت که خواجه گفت من در خونه یک طعام تیار کردم، چی میشود که در کلبه فقیرانه ما یک گذر کنی از همون طعام استعمال کنی، ولی تا ساعت قبول پادشاه وقت است. از بس که پیغمبر گفته است ای تو دعوت اذا دعیتم، اجابت کنه دعوت وقتی که دعوت کرده میشوید. این مرد عالم هم دعوت کرد، برادر مسلمان اومد در خونش طعام آورد در پیشش ماند. طعام از سیر و پیاز مال و مال بود و همین سیر خام، چسناک خام در دروش بسیار ریزه کرده بود است. بشورت اندیشه کرد که حاضی اگر نخرم شاید اذیت بکشه، خجالت بکشه. از همین خاطر ایزای مومن حرام گفته و از همون طعامی تیز و تندی با سیر آمیختش خورد بیچاره. بعدا حد نزد پادشاه اومدن. اگه پادشاهی را میخواه امتحان کنه پیش خود خان در پهلوها شنان با بعضا خطیش گوشتکی میکنه که گوشت نزدیکتر بدار دهنش نزدیک میاره. این بیچاره سیر خورده است. از خوف آن که همه بوی سیر در مشام پادشاه نه افته و پادشاه را مقصد کریه نباشد، بیچاره دهنش بلوی آستینش میکشونه که بوی دهن نبراید. پادشاه بخد اندیشه کرد گفت هم مرد راست میگه، این خونه سوخته همین میگفته است که دهن من بو میکنم. غضبش کرد، گرفت یک مکتوب نوشت به سرحاجب، در داخل خط داد کرده، بعد به همون مردی عالم داد، گفت برای پیش سرحاجب مکتوب بده. این بیچاره خبر نداره است کجا بدونه در اونجا چی نوشته است. عادتا این پادشاه هدیه می نوشت آخه مکتوب در دستش از نزد پادشاه خارج شد که همون شیطان در دهن در ایستادگی است.
مکتوب در دست ای دید. گفت چی شد؟ گفت پاچا بسیار خوش قبولم کرد، این مکتوب دادم که در دست سرحاجی بده. این شیطان با خبر یک میدونه که عادتا پاچا هدیه می و شخص نزد سرحاجی میفرسته. میگه برادر به خاطر دوستی که بین ما و تو امروز برقرار شد، ایروی کرم و مردی هم مکتوب نمیتی، هدیه پاچا را من بگیرم. اخی این هم نوش خورد است اخی. برابر دادش. گفت ما برادر. گرفت مکتوب شادان نزد سرحاجی اومد. حاجی وقتی که بازش میکنه در مکتوب نوشته است که با مجرد رسیدن مکتوب سری مکتوبی‌ها را از بدنش جدا کن، پوستش از بدنش خارج کنه، در پوستش که جا کن، امر که در بازار شهر برن آویزانش کنن تو برای دیگران نمونه عبرت باشه. این حاجی وقتی که خط خوان در جلاد دعوت کرد، گفت دست پاشم ببنده سرش از بدنش جدا کنه. بعد گریه و فغانه برداشت که رفیق حضرت حاجی گفت این خط من نیست، ایرا پاچا به فلانی را نوشته است، من طلبیدم ایرا گرفتم. یا بار برای پاچا پرس. گفت ما اجازت نداریم که با امری پاچا را دیم باره و سیم باره بریم تفتیش کنیم. امر کرد سرش از بدنش جدا کردن، در پوستش که جا کردن. روز دیگر بیچاره عالم اومد دید که همون رفیقش که دیروز دعوتش کرده بود به خونه پوستش کندگی، سرش آویزان. در تعجب شد. گفت چه واقع عجیب است؟ گفتن همه خیلی مکتوب اومد است. پیش پاچا اومد قصه را بیان کرد. پاچا گفت همون شخص نزد من اومد، گفت که گویا که تو میگفتی در بین مردم که از دهن پاچا بو میبروید، از همین خاطر من را غضب کردم و خط نوشتم. این مرد گفت چاه کن زیر چاه، کما تدین و تدان، هر خیلی که عمل کنی پاداش عملت همون می شود. قسم به خدا گفت دیروز به خاطر آن دهن ما بستم که همین مرد شیطان در خونش یک طعام آگنده از سیر و پیاز برای من آماده کرده بود. من ترسیدم که دماغی ترا آزار میتم، از این خاطر دهن ما بسته بودم. پس ببینی او شخصی که ظلم روا میداره نسبت برادرش، در یک ظلم میافته خودش، در یک بلای گرفتار میشود که دیگه کسی به دادش نمیرسه. باید مسلمان در حق برادری مسلمانش جور و ظلم روا نداره. خوب این بلای دنیوی است که به سر ظالمی آید. در آخرت وقتی که از دنیا گذشت او را چه انتظار است؟ وای به حالش که احوالش بسیار بد است. هفته گذشته حدیث مفلس برای تو گفتیم که پیغمبر گفت مفلس کسی را میگن که نماز میخونه، روزه میگیره، حج زکات انجام میده، اما از بس که نسبت یک برادر مسلمان ظلم روا دیده است، حقی کسی را خورد است، کسی را دشنام و حقارت داده است، کسی را غیبت کرده است، از این خاطر خصم ها از گریبانش میگیرن، هر کدام حق طلب میکنه. عاقبت الامر دیگه یگان حسنات در نامه اعمالش نمیمونه. وقتی حسناتش تمام شده، دعواگرا تمام نشدن، گناههای اونا را طرح میکنن و در بالای سری این میزنن، بعد در آتش جهنم میاندازنش. در حدیث صحیحی که امام بخاری روایت کرده است از حضرت ابو هریره آمده است که پیغمبر خدا گفت من کانت عنده مظلمة لأخیه فلیتحلله منها فإنه لیس ثم دینار ولا درهم من قبل ان یؤخذ لأخیه من حسناته. هر کسی که در دنیا نسبت برادر مسلمان جور و ظلم را روا دیده است یا حق برادر خورده است، در همین دنیا به حیلی طلب کنه. بسیار شخصایی هستند که به قول امروزه برادراشون کیدت کردگی. از خدا بترسه برادرها. من کد کد، هر کسی کیدت کنه کیدتش میکنن. فردا روز قیامت بعد احوالش بد میشه که این نمازهای خوندگی تا همش میزنه، انا مو شخصی را که تفند کرده میگیره و دستی در پتی بینید میمونه، مفلس میشه. اوجا دیگه درهم و دینار نیست، سامانی و دلار نداری که قرض خطا ادا کنی. از نمازت میگیره او شخص، از روزه و حج زکاتت میگیره، از توشه آخرتت میگیره. اگر به شرط ادا نشید بعد گناه او را در سر بار میکنن. وای به حالت.
حتی شخصی که واقعا بنده واقعی خدا است، عبادت خدا را به نقصان انجام میده، اگر به شرطی که ظلم و جور نسبت برادرای مسلمان روا دیده باشه، همون هم مفلس است، احوالش بد است. امام حاکم در کتاب المستدرک علی صحیحین خود با شرط بخاری و مسلم روایت میکند از حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه: بین رسول الله صلی الله علیه و سلم جالس اذ ضحک حتی بدت ثنایا. روز میگه هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک حلقه دوستاش نشسته بود، در حلقه اصحاب بزرگوارش نشسته بود، ناخواست تبسم کرد. تبسم کشاده کرد که دندانهای زیباش نمودار شدند، دندانهای پیش شدیده میگم. حضرت خنده قهقه نداشت اما تبسم زیاد میکرد. حضرت عمر در پهلوش نشسته بود، از جاش خیست، گفت یا رسول الله بی ابی انت و امی ما لدی اضحکک. گفت ای پیغمبر خدا، پدر و مادرم فدات شود، سبب خنده تو چی بود؟ چرا تبسم کردی؟ حضرت صلی الله علیه و سلم بیان کرد: رجلان من امتی جثیا بین یدی رب العزت تبارک و تعالی. گفت خداوند حجاب از پیش چشمم گرفت، روز قیامت برام نمودار کرد. دیدم که 2 نفر از امت من، 2 نفر مسلمان در پیش پروردگار بزانو هر زد، یعنی مخاصمه می شود. مثل که در نزد قاضی رفتی در محکمه بزانو میستی، انا خیلی بزانو در نزد پروردگار بزرگ استادیان 2 نفر از امت من. فقال احدهما یا ربی خذ لی مظلمتی من هذا. یک نفرش گفت پروردگارا حق مرا از این کس بگی، من در بالای حق دارم، این برادر باره در حق من ظلم کرده بود، یا شاید دشنام داده بود، یا شاید غیبت کرده بود، یا شاید بهتان زده بود، یا شاید حق ما خورده بود میگه، یا شاید مشت لگت کوبم کرده بود. همه همینو هم حقی برادرای میگه حق ما طلب دارم، حق ما بده. خداوند میگرده به این شخص، به قرضدار میگه رد علی اخی که مظلمته. ای مرد میگه حقی مرده که بده، پیوه که حسنات یک به برادر تسلیم کردن بگی امروز روزی هست که حق به حقدار میرسه. قاضی خدای باشد، روح الامین منادی، نه رشوه و تعصب، نه میل، نه محابا. در اون روز قاضی پروردگاره، ندا کننده حضرت جبرئیل امین است. در اونجا دیگه نه چریز بازی میشود، نه قوم بازی میشود، نه رشوه دادن، هیچی به دردت نمیخوره. گفت بر بگردون بده حقی برادرتم. این شخص گریان آدم خوب است، همه یک کمبودی از او واقع شده است. گفت یا ربی لم یبق لی من حسنات شیء. پروردگار را گفت دیگه حسنات ندارم، همه شمی دعوگرا زدن گرفتن دیگه، نه نماز مونده است، نه روزه مونده است، نه حج، نه زکات، ماندم مفلس، هیچی ندارم، میره چی بتو. خداوند به طالب مراجعت میکنه، به قرضخواه میگه کیف تصنع باخیک ولم یبق من حسناتک شیئا. ای برادرت میگه چه عمل میکنی؟ اوی بیچاره هیچی نداره، تا از چی طمع داری؟ برادری مسلمان تا ببخشش کن. ببینه تا صاحب حق نبخشه خدا گناه تا نبخشه. از چی طلب داری؟ میگه هیچی نداره بیچاره، بگذر از بحرش بگذر. شخصی طلبکار گفت یا ربی فلیحمل عنی من اوزاری. پروردگار رو گفت حسنات نداره، من گناه دارم، گناه ها بگیره در بلوش بنویسی، گناه های مرا مینوس کنه در سرش بزنه. وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این سخن گفت گریان شد. ففاضت عینا رسول الله صلی الله علیه و سلم، اشکای حضرت ای چشماش جاری شد. گفت این ذلک لیوم عظیم.
ای مسلمانان، این روز بسیار روزی بزرگ است، روزی دهشتناک است. از اون روز خوف داشته باشه، آمادگیتون از حال برای این روزی بزرگ بگیره. یوم یحتاج الناس فیه الی ان یحمل عنهم من اوزارهم. این روز روزی هست که تمام مردم محتاج هستند که یک کس یک سرک گناهشون بگیره بدوش، یا یک کس یک ثوابک عملشون برای اونا هدیه کنه. امروز روزی هست که پدر و مادری پیرت پیشت بیاید به گردن کج که پسر جان فلانت کردیم، در ذمت حق داریم، یک گناه که ما را به کله بگی، یا ثواب یک نماز برای ما هدیه که. اما فرزند میگریزه از پیش پدر و مادر، از پیش پدر و مادر که میگریزی، از پیش حقدار گریخته نمیتونی. حق طلب میکنن. از بس که این مرد صالح بدست، مرد خداجو بدست، مردی بدست که عبادت خدا را به نقصان انجام میداده است، زکات مالاش می پرداخته است، خدا را خوش می آید از اعمالش. اما یک کمبودی از او واقع شده است که در حق یک برادرش ظلم کرده است و شاید به نادانی از او برادر به حیله نطلبیده است. از این خاطر پروردگار به طلبکار مراجعت میکنه، میگه ارفع بصرک فانظر فی الجنان. ای بنده من، میگه تو از سر بردار، جنتی را تماشا کن، جنت ها را، این باغ ها را تماشا کن. تو برای همین یک حقی اندک دعوا داری، بردار سر تو از جنت تماشا کن. فرفع رأسه فقال یا ربی ارى مدائن من فضه و قصورا من ذهب مکللة باللؤلؤ فمن یملک ذلک. سرم بردارم میبینه او جنت به او زیبایی، به او جلوه، به او شکوه، به او تراوت. میگه پروردگارا هوشم کند، واقعی این شهرها را میبینم مثل نقره خام یلقاس میزنن، خانه ها را میبینم مثل طلا جیلا دارن، اینو مالکی باشن؟ پروردگارا این خانه و در، این آبادی ها را، این حسن و زینت، این تراوت از برای کدام پیغمبرت آماده کرده ای؟ فمن یملک ذلک. حضرت خداوندی میگه انت تملکو، برای تو میگه، اینا میره تو مالک میشه. حیران میشه، دهنش میکنه دیگه. میگه بیمازا یا ربی، ای پروردگاری بزرگ، من چیکار کردم که در عوض قدر نعمتی بزرگ به من میتی؟ من حالی در ترس حراس هستم که آیا ترازوی اعمال دا اعمال حسنم از اعمال سیئم زیاد میشیده باشه یا نه؟ این قدر نعمت به خاطر کدام عمل تو میخواهی برای من هدیه کنی؟ حضرت خداوندی میگه به عفوک عن اخیک، به خاطر آمرزیدن تو گناه اینمی برادر تا، گناه یمی را ببخشیدم یا همه شیطان. وقتی که اون نعمت هم میبینه دیگه در فکر یک نماز و دو نماز میگلت آخی، میگه قد عفوت عنه یا ربی، پروردگار همه گناهاش بخشیدم. هر کمبودی داشته باشه، اگر چیزی در ذمه ما اگر ظلم کرده باشه بخشیده باشه. بعد خداوند بزرگ به این بنده مراجعت میکنن، میگه خذ بید اخیک و ادخله الجنه. اک دستی برادر تا بگی و داخل جنتش کن، زیرا پروپوس کی این برادر به جنت تو هستی، همین دستش بگی و داخل جنتش کن، همیو همش هست. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم این قصه را بیان کرد، قصه قیامت، یکی از واقعه های روز قیامت، با اصحاب و در سیمای اصحاب به تمام امت مراجعت کرد، گفت اتقوا الله، ای مسلمانو از خدا بترسه، از خدا بترسه، و اصلحوا ذات بینکم، و با همدیگر صلح و صلاح کنه، به همدیگر ظلم روا نبینه، با همدیگر دوستی و رفاقت داشته باشه. آخه مسلمان نسبت مسلمان دیگر، یعنی که جماعه مسلمانان مثل خشت ها یک بینا هستند، یکیش دیگرش پر میکنه، یکیش دیگرش قوت میده. اگر یک خشت در همون بین نباشه همونجا سوراخ میشود.
افسوس که ما امیر نمیفهمیم، افسوس که به قدر این نعمت خدا نمیرسیم. ایامی خاطر بود که خدا ما را برادر خواند، از همین خاطر بود که پیغمبر ما را برادر خواند. اما امروز پراکندگی که در عالم اسلام است، پراکندگی که در میان مسلمانان است، به هیچی درست نمیآید. قسم به خدا. در امریکا ما طعنه میزده میگفتیم شما بسته یهوده، سیاست امریکا به سیاست یهود وابسته است، هر چیزی را برای شما دیکتات کنن همون را میکنه. همین شخصا من دائما تری مثالاشو میآوردم. شما میخواهی امروز که عالم اسلام نسبت شما میل داشته باشن، احترام تو کنن، پس لااقل همون زمینای بیچاره فلسطین بگردونه بتین شو. رزولوسیون‌هایی را که آقا قبول کرده است سازمان ملل متحد، همون را شما به انجام برسونه. یگانه دولتی که امروز لجام دولتی غاصب کشیده میتونه امریکا است، چرا این کارو نمیکنه؟ یک نفرش گفت، شما گفت حالی خوب درک نکرده، یهودی‌ها نفوذ کلان دارن، گفت هم در امریکا و هم در دنیا، و نفوذشو از حساب اتحاد شونه. اتحاد اینا گفت. یک مثال تو میارم که تو خلاصه کنی. در همین شهر نیویورک قریب 1 میلیون یهودی گفت زندگی میکنه. از همه دیاسپورای کلانترین یهود در نیویورک است. اکثر اینا میلیونرن. یک راهبر دارن، سردار دیاسپورای یهود. اگر شخصی در امریکا نامزدی خود به پرزیدنتی پیشنهاد کنه یا به کانگرس یا سنات یا مثلا میری شهر نیویورک شدنی باشه یا مثلا گوبرناتوری شتات نیویورک شدنی باشه، همین شخص نزد او نامزد میروه، میگه من میتونم برای تو 1 میلیون آواز و مثلا 100 میلیون دلار یا چند صد میلیون دلار تهیه کنم، تو در عوض برای من چی میتی؟ ببینید در پروگرام همون نامزد میگه طلبات خودشون داخل میکنن و همون یک شخص به تمام یهودیای نیویورک مراجعت میکنه، میگه به فلانی آواز بتین، همه به همون آواز میتن. شما هم بین خود یک دلی داره؟ گفتیم نه نداره. انا گفت کمبودی تو در همی است. ببینید یگان تشده میگه که من میلیونرم، او کشید است که گپی او را بگیره و فلان کنم. اگر او 1 میلیون 100 دلاری پرتوید 100 میلیون دلار میشه، هیچ مشکل نیست. همین اتحاد در بین ما مسلمانان نمیرسه. همین تأکیدای پی در پی ما هم به همین خاطر است که باید مسلمان نسبت برادری مسلمانش دوست باشه، اتفاق باشن، محبت داشته باشیم. افسوس که نداریم. مهر و محبت دوست و بسته همدیگر را دیده نمیتونیم. یک شخص اندکی یک خدمت کنه در جامعه، یک کوشش به خرج بده، یک کده را نصیحت کنه، با 10 نفر دیگه از راه حسد و کینه‌ورزی با دشمنی او میشوند، بر ضدش مبارزه را سر میکنن. همین خاطره که هرگز یکی ماده نشیده است، هیچ آبرو و عزت نیافتیم، زیرا ما فراموش کردیم وصیت های پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم. ببینید اصلحوا ذات بینکم فإن الله تعالی یصلح یوم القیامه بین المسلمین، زیرا که خدای تعالی فردا روز قیامت بین مسلمانان میگه صلح میاندازه. شما چرا صلح نمیاندازه؟ ما یک جماعت نتونستیم که بین 2 برادر صلح بدازیم. 2 برادری که به هم دیگر قهریان سالیانی دراز کوشش هم کردیم، بین 2 برادری که فرزندان یک پدر هستند صلح دوخته نتونستیم. این احوال ما. پس بنیاد این صلح و صلاح، بنیاد این محبت از کارهای اندک شروع می شود که افسوس و صد افسوس که بین ما نادیده گرفته می شود. مثلا وقتی که یک مسلمان بیمار شد، مسلمانان به عیادتش بروند، یا یک برادری مسلمان به یک مشکلی گرفتار شد، مسلمانان کمکش کنند، یا به سرش یک مصیبت آمد برای تسلاش بروند، یا اگر یک شادی و خرسندی داشته باشد در شادی و خرسندی شرکت کنند، حقیقتا شرکت کنند. حقیقتا
مثلا قناتش باشن، مهر و محبت آیسته آیسته پیدا شدن میگیره. مهر و محبت از همین چیزا سرچشمه میگیره. تا زمانی همین کار نیسته، البته فتنه در بین مسلمان ها زیاد میشه. تا زمانی که ما همین تخمه محبت در بین مردم نمیچاشونیم، ثمره نمیگیریم. ای برادرای عزیز، باور کنید. در حدیث اومده است، در حدیث صحیح امام مسلم روایت کرده است از حضرت ابو هریره که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم باره یک حدیث قدسی میگه برای ما روایت کرد، یعنی از نام خدا حدیث روایت کرد. گفت یقول الله سبحانه و تعالی، خدای سبحان منزه و پاک و خدای بزرگ چنین میگوید یوم القیامه، روز قیامت، یا ابن آدم مریضت فلم تعدنی. میگه به یک بنده مراجعت میکنه، میگه ای فرزند آدم، من بیمار شدم تو به خبرگیری من ناومدی. خداوند میگه، این بنده در دهشت میخواد، میگه یا ربی کیف اعودک و انت رب العالمین. ای خدای بزرگ، میگه من چخیل به عیادتی تو برم که تو پروردگار عالمیایی؟ بیماری را به ذاتی تو چی نسبت؟ اومد در دهشت غلطیدم از این سخن. چخیل من عیادتی تو میرفتم، چخیل تو بیمار میشدی؟ خداوند میگه اما علمت ان عبد فلانا مريض فلم تعده. یاد نداری میگه فلان بنده من که تو میشناختیش مسلمان بیمار شد، تو به عیادتش نرفتی، یک بار خبرگیریش نرفتی. اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده. تو مگر نمیدونی که اگر تو به عیادت برادری بیمارت میرفتی، از برای خدا نعمتی مرا، مغفرتی مرا در نزدش در میافتی؟ تو گویا مرا عیادت میکردی، اگر همون برادری مسلمانی خدا عیادت میکردی و بیمار بینی میکردی. ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی. ای فرزند انسان، میگه من از تو طعام طلب کردم اما تو همون طعام تا برای من دریغ داشتی، ندادیم. با این بیچاره در دهشت میگه یا ربی کیف اطعمک و انت رب العالمین. خدایا میگه آخه همون رزق روزی و همون طعام من از تو میگیرم، تمام مخلوقات رازق و رزق رسانش تو هستی، چه خیلی من به تو طعام بتم؟ خداوند میگه اما علمت استطعمک عبدی فلان فلم تطعمه. یاد نداری که فلان بنده باری از تو طعام پرسید، گشنه بود، اما تو هم یک کاسه طعام برای او دریغ داشتی، یک دینار از برای او دریغ داشتی. اما علمت انک لو اطعمته لوجدت ذلك عندی. مگر تو نمیدونی که اگر به شرط تو همون بنده مسلمان سیر میکردی، یک شخصی را که بیچاره محتاج از دستگیریش میکردی، امروز اون نعمت در پیش من میافتی؟ امروز من تو را مهمانداری میکردم در همه روزی مشکل، در همه روزی مشقتناک، در روزی که مردم به جان خود بیچاره بودن، تو نعمتی مرا میخوردی، مهمان من میشدی. ابن آدم استسقیتک فلم تسقینی. ای فرزند آدم، میگه خداوند تشنه ماندم برای من آب ندادی. باز سوال میکنه که پروردگارا آخه من چه برای تو آب بتم که همه آبها از تو هستند؟ خداوند در جواب میگه استسقاک عبد فلان فلم تسقی. فلان بنده من از تو طلب آب کرد، تو آبش ندادی. اما علمت انک لو سقیته لوجدت ذلك عندی. آیا تو نمیدانستی؟ ترایش که نگفت که اگر به شرط به همون شخصی که احتیاج به آب داره آب میدادی، امروز در پیش من در این گرمی آب میافتی؟ نمیگذاشتم که تو از تشنگی زبانت از حلقت خارج شود. با آب جنتی ضیافتت میکردم که لذتش هرگز از کامت نمیرفت، هرگز دیگه تشنگی را احساس نمیکردی.
ببینید چی دعوت‌های از جانب خدا و پیغمبرش برای اون که بین ما محبت باشد، تا اینکه همین کینه کدورت از بین بخیزه. اصلا همین شیطنت فتنه‌گری در کجاهاست؟ در جاهایی که مردم پراکنده زندگی میکنن، به همدیگر محبت ندارن، به همدیگر رو و آ ندارن. اگر داشته باشن والله همین فتنه ها از بین میرود. روز چهارشنبه یک جنازه بود در ناحیه ورزاب، در یکی از دیه ها رفتیم. بعدی جنازه را کردن، جنازه را ساعت 11 برداشتن. یک برادر ما پدرش از دنیا گذشت، خدا رحمتش کنه. جنازه را ساعت 11 برداشتن، میخواستیم بیاییم، گفتن داملو در همین دیه ترکه نمیکنن مثل اکثر کل دیه های تاجیکستان. اون دوره را میکنن، به همون جانشون خلاص میکنن. ترکه ای را که فریضه الهی است نمیکنن. اگر همین کار شما انجام میداده بسیار خوب میشد، به مورد میشد. خوب گفتیم. یک جا رفتیم تا طعام خوردیم در یک خانه همسایه. بعدا ترکه میکردیم، وقتی نماز شد یک پسر بچه ها فرستادیم به مسجد که مردم گپ زنه آرام بشینن. مقصد که داملو ترکه کرده است، حازمیه در نماز شرکت میکنن. باور میکنه 35-40 دقیقه تأخیر کردیم تو خلاص کردیم که 35-40 دقیقه گذشت. رفته مردم همه آرام سنت خوندیان 6 دیان. یک نفر در بینشون نخسته است دعوا را برداره که برای یک آدم مردم معل نکنه، خیز نماز بخونه، این فریضه وقتی است، مثل که در اکثر مسجدهای ما متاسفانه امروزی کار است. وقتی نماز خواندیم گفتیم شکرانه نعمت خدا را که پروردگار نعمتی بزرگ برای تو داده است و همین نعمت هم همون محبتتون است به هم دیگر، که در بین تو فتنه‌گر نیست، در بین تو شیطان نیست که فتنه به انگیزه. اگر بشرطی که مسجدای ما همی زیلی میشیدن، عملها ما همی زیلی میشد، مسلمانان نسبت دیگر همدیگر همی زیل همی شکل عمل میکردن، انشاءالله همون سیادت و قیادتی که در زمان اصحاب پیغمبر بزرگای تابعین و تبع تابعین مردم مسلمان داشتن، امروز برای ما و شما میسر میگشت. اما افسوس که نداریم. پس مسلمان واقعی شخصی را میگم که کسی از دست زبانش آزار نیابه، با کسی جور و ظلمش نرسه. یک برادر یا تو باشه هفته گذشته من مکتوب شد، گفتم که مکتوبی را خوندن نمیتونیم، برای مکتوبی بسیار طولانی نوشته است 2-3 صحیفه. همون برادر هفته گذشته التماس کردیم که بعد نماز یا مراجعت کن، این بچه همین شرمگین بده است، در همون بیرون 6 تا یک 2-3 برادر همیشه حاضر شدن، گفتن ما کمکش میکنیم. یا تو باشه اگر گفتیم که این برادر احتیاج به طبابت داشته است، میگه آیا شخصای یافت میشون که همون پول طبابت مرا داده بتونم، من باید در بیمارستان خوب کنم، پول ندارم. اعلام کردیم 2-3 نفر شخص آمد، همون بیمار چه پیدا نکردیم، همه را جواب دادیم، همه رفت میبرویم با در قد کوچه، میگه من همون شخص هستم. همون برادر هفته گفتیم که بیا زودتر بیا، گفتیم خطا خفا نکش. اگر در مسجد شخصای خیرخواه باشن، امکان علاج داشته باشن، برادرای اسلام اینا مرحمت، اینا شرایط امکان. کسایی که مثلا زکات در ذمه شو فرضه، شما نگاه نکنید بسته که کی رمضان میشه زکات مال مون بدین، این نعمت است. وقتی که زکات به مصرف واقعیش میتی به شخصی که حقیقتا احتیاج داره، قسم به خدا این بهترین عبادته، زیرا که همون آدم هم در حق تو دعا میکنه، هم فضیلت ثواب زکات اون میوه، هم فضیلت ثواب اون که یک بیمار و رنجور و یک برادر مسلمان دستگیری کرده ای. خب این در موردی آن بود که شخصی را آزار بتی. آزار اساسا یا از دست شخص میوه یا از زبان. در این مورد هفته گذشته ما گفته بودیم حتی آزار زبانی بعضا از آزار دستی بیشتر و زیادتر به چشم میخوره. زیرا اگر به دست یک کس آزار بتی در او به سود مراجعت میکنه، اگر یگون اکسپرتیز بگذاره قورت هم میکنن، آخی با اندک منده خلاص نمیخوری. اما آزار زبانی که دیگه یگون جنایت واری حساب نمیخوره، در بین این مردم آزار زبانی به نهایت زیاد است. دشنام، حقارت، بدگویی، همدیگر را بد کردن،
از همین خاطر گفتم هیچ چیز پاکتر از دل زبان نیست وقتی پاک باشن، تازه باشن، و هیچ چیز پلیتر از دل زبان نیست وقتی که ناپاک باشن. در حدیث آمده است، امام ترمذی روایت میکند از حضرت ابو سعید خدری صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر لسان. هر سحر وقتی که انسان از خواب میخیزه تمام اعضای بدن بالای زبان هجوم میکنند. بعضی ها حکم به کفر میکنن زبونا، بعضی ها ملامتش میکنن. تقول اتق الله فینا فانما نحن بک. میگن از خدا بترس ای جوان مرد، ای روی تو ما هم در عذاب گرفتار هستیم. تو سخنای ناجا میگوی و ما در آتش میسوزیم. از خدا بترس، در حق ما جور نکن. اعضای بدن به زبان مراجعت میکنن. فإن استقمت استقمنا و این اعوججت اعوججنا. اگر تو درست رفتار باشی ما هم درست کار میشیم، اما اگر تو بدکار باشی ما هم در بلا گرفتار میشیم. اکثری کفر، من چندین بار بیان کردم، اکثری کفر زبانی است. چی بسا آدمایی هستند که کفر به زبان میرونن، عقلش رو حتی کار نمیکنه و مستحق آتش جهنم میگردن. در جهنم تمام اعضای بدن جوارح هم میافته. از همین خاطر دیگر اعضای بدن از زبان دائم شکایت میکنن، زبان تکفیر میکنن، خاک در سرت میگن، حق شناس شو، در حق ما جور و ظلم نکن. امام مالک در کتاب الموطأ روایت میکند که بار حضرت عمر نزد ابوبکر صدیق داخل شد، نزد یار غار پیغمبر، صحابی بزرگ پیغمبر. حضرت دید که زبانش برو وردست میپوچه و هو یجبز لسانه، زبان خچه پوچیده است. حضرت عمر دید گفت مه غفر الله لک، ای کار نکه. گفت خداوند ترم مغفرتت کنه و تو دوست پیغمبر هستی، تو بزرگترین شخص بعد محمد صلی الله علیه و سلم هستی در این امت، این زبان چه قم پوچی؟ گفت این هذا اوردنی شر الموارد. دائم گفت در بدترین حالت ها همین زبان مرا میاندازه. بعضا داشتش نمیتونم یگان سخن میگم کسی دل آزرده میشوه. از دست همین زبان میگه داد و بیداد که در بدترین کارها همیشه از دست همین زبان گرفتار هستم. ببینه ابوبکر صدیق که همیشه از دهنش ذکر میبرود، زبانش هم سخنای ناجا میگه. ما و شما که دهن زبانامو مالامال از دشنام و حقارت و غیبت و بدگویی و کینه‌توزی از پروا نداریم، با این زبان هم قد بزرگی میشماریم که حسابش گمایی. از این خاطر وقتی که سخن میگیم باید قبل اندیشه کنیم آیا همین سخن ما به مورد است، یگان فایده و منفعت دارد برای ما، برای دنیا و آخرت ما؟ اگر داشته باشد چی خوب، اما اگر نداشته باشد بهتر آن است که خاموش باشیم. برای همه آدم پلفته پیکه بدگو خاموشی عبادت است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود الا اخبرکم بایسر العباده و اهونها علی البدن. گفت شما را دلالت کنم به سبکترین عبادت ها، به آسانترینش در بدن، از صمت و حسن الخلق. دو تا از گفت، یکیش خاموشی. خاموشی را پیغمبر عبادت گفته است. زبان از غیبت باز داشتن، زبان از دشنام و حقارت باز داشتن خودش عبادت است. از صمت و حسن الخلق. دومش اخلاقی خوب، اخلاقی نیک که در این موضوع صحبت زیاد کردیم. یک بزرگ میگه بچین شد پیش پیر مرد هوشیار که ما را از حقیقت کن خبردار. یک شخصی زیرک میگه بچین به همین جای مسلمانشی نشاید باشه، به همین اویغورستان. یک شخص میروه نزد یک پیر، یک دانشمند که حقیقت برای من بیان کن که حقیقت چی است، که ما را از حقیقت کن خبردار. جوابش داد آن پیر طریقت که 10 جزء است در معنی حقیقت.
گفت حقیقت از 10 قسم عبارت است. بگویم تا اگر نیکو نیوشی، یکی کم گفتن است و 9 خاموشی. اگر گوش کنی گفت من حقیقت برات میگم، همون 10 جز یکیش کم گپ زدن است و 9 دیگرش خاموشی. زی خاموشی است در دستی شهان باز، که بلبل در قفس افتد زی آواز. پادشاه ها شهبازا را در بالای دستاشو میگیرن، در بالای دستی پادشاه ها سیکه کده میروند، برای باز همیشه خاموش ای، زنکش گرفتگی خپه. اما بلبل که چه چه میکنه همیشه در روی قفس ای، ایری هم آوازش میگیرن، در قفس محکمش میکنن. اما این در صورتی هسته که سخنی بد باشه، سخنی ناخوب باشه، ناسزا باشه، خاموشی خوب است. اما اگر سخن امر معروف باشد، نهی از منکر باشد، دعوت تبلیغ اسلام باشد، خاموشی قسم به خدا جنایت است. خاموشی در این صورت جنایت است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود کل کلام ابن آدم علیه لا له. هر سخنی که انسان میگه دشمن انسان است، برزیدش است، به فایدهش نیست. الا امر بمعروف او نهی عن منکر او ذکر الله. مگر 3 چیز که هر قدر زیاد گفته شود به منفعت صاحب شود. یکم امر به معروف، دوم نهی از منکر، سوم ذکر پروردگار. پس دعا زبانهای ما رو به گفتن امر به معروف و نهی از منکر و به ذکر خدا گویا گرداند و از سخنان شنیع، سخنان بد، از غیبت گویی، از دشنام و حقارت کردن ها محفوظ دارد، تا اینکه اخلاق حمیده ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم از برای امت خیش توصیه فرموده است ما و شما نیز داشته باشیم و توسط این اخلاق حمیده و حسنه فردا روز قیامت از رحمت پروردگار و از شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار گشته وارد جنت المأوا گردیم. آمین.